درود، وقتتون بخیر. تو بازار مهرگان هستیم و خب میوه های مختلف و رنگارنگ اینجا وجود داره. حالا از باب اینکه قیمتاشو بخوایم یه مقایسه بکنیم، این سیب قرمز الان اینجا زده 40 سامون. حالا اگر ما گردش بکنیم با مثلا ریال ایران بخوایم حساب بکنیم، هر 10 سامان شما $1 حساب بکنیم، این سیب الان کیلویی که $4، یعنی 450,000 تومان بودن به پول ما. همینجور این سیب زرد 450,000 تومان، این پرتقال 450,000 تومان، این سیب زرد یکم بهتره 50 سامان میشه 550,000 تومان تقریبا. به همین شکل دیگه شما قیمت ها رو بکنید.